زن شوهرش از عالم گذشت. بر او 4 فرزند را باقی ماند. تمام تشویش و معمای روزگار را این زن به خود گرفت و در را برای خود بست و تمامی هستی‌اش را به فرزندانش بخشید. چون فرزندانشان کوچک بودند و حتی کلانیش 11 ساله هم نبود. بسیار عذاب کشید. روزها کار میکرد و شبها باز آمده خوراک میپخت. فرزندهایش را نگاه و بین میکرد. صبح خسته به مکتب و این طرف و اون طرف گسیل میکرد. باز از پس رزق و روزی میشد. آنچنان خسته میشد که بگاه می اومد با یک پهلو خوابش میبرد. روز کار میکرد، شبانه تربیه فرزندا. همین طریق روزها میگذشت و ماهها میگذشت و سالها. همه فرزندا به بلاغت رسیدند، کلان شدند. مادر هم به جای رسید. حتی به کلانی آنها باز نگاه نکرده، مادر باز دایم در پهلوشان بود. جای کارشان یافت، عائله دارشان کرد، صاحب خانه و در. وقتی مادر سن و سالش از 60 بالا شد، بیمار شد. دکتران علاج کرده نتانستند. تا حد شد که مادر دیگر جایگاه خواب شد. راه گشته نمیتوانست. معیوب. بعد فرزندان جمع شدند و مصلحت کردند که به نوبت مادر را به خانه خود بگیرند. تا رفت سلامتیش بدتر میشد. مادر روزی از سخن ماند، دیگر گپ زدن هم نمیتونست. وقتی فرزندان خانه خود میگرفتند، دایم ها کلین ها دغلانه رفتار میکردند و هر گونه گپ میگفتند و کمپیر همه این رو میشنید و میدید و طاقت میکرد. مادری که از خود تولد تا به خانه‌دار شویشان در خدمت بود، امروز دستی به دست شد و نوبت به نوبت شد. مادر بیمار را کسی طاقت کرده نمیتوانست. پسرها دائما بین همدیگر جنجال بود. تو گیر و من گیر و این گیر. روزی نوبت پسر خردیش بود و تقدیرش همان روز زن و شوهر را به جای تکلیف کرده بودند که اینها رد کرده نمیتوانستند. و به اکه کلانیش زنگ زده گفت: من امروز بسیار بخوری مهم دارم، با مادر را برای تو میبرم. اکهش راضی نشد. نوبت تو است گویان. شدن هر دو جنگ تا حد رسید که برخست یکدیگر. او گفت اگر بیاری من نمیگیرم، قبول نمیکنم. اما شب بگاه مادر را گرفت و برد به نزد در فرزند کلانی. اکش هرچند در را میکفت، در را نمیکشودند. چند مدت گذشت، دیر شده ایستاده است. به این خاطر صدا بلند کرد و گفت: در پس در مادرت را گذاشتم، برآمده گیر. من رفتم. اما مادر همه‌اش را میشنید و میدید. نه سخن کرده میتوانست، نه جنبیده. اما از هر دو چشم آب دیده جاری میشد. خلاص فرزند در را نکشاد. مادر کاری کرده نمیتوانست. در همان سردی ماند. این برای مادر بسیار سخت بود، بسیار سخت. یک لحظه مادر به خیال رفت. به خودش گفت نخواد همین ها فرزندان من باشند. فرزندانی که با دستانم کلان کردم، تمام عمرم را به اینها بخشیدم. نخوادم اینها فرزندان من باشند. اینقدر دوستشان می داشتم که هنگام جایشان درد می کرد من می سوختم.
چند قدر شبها بیدارم میکردند آوایان این و آن. وقتی خرسندی آنها را میدیدم من ده چند خرسند میشدم، اما غمگینی آنها را هم میدیدم ده چند برابر آنها غمگین میشدم. آیا بر عوضش این است؟ امروز باشد در خنکی، سردی، گرسنه، تنها گویان. سحر فرزند کلان خواست به کار رود، در را گشاد و دید مادر به همانجا جان به حق سپاریده است. مادر است، مادر است. انسانی که مادر دارد نمیفهمد، اما انسانی سالم خودش را داشته نمیتواند. من گرچند مادر دارم خودم را اداره کرده نتوانستم. به دنیا آمد تا دختری کسی شود، ازدواج کرد تا همسری کسی شود، فرزند زاد تا مادری کسی شود، برای همه کسی شد اما خودش بیکس ماند. بیکس. خدا میگوید پدر و مادرت را احترام کن، بر آنها کلمه اوف را استفاده نبر، کوشش کن که خودشان را تنها حس نکنند. حالا میشنوی؟ مرد هستی؟ مرد باشی زنگ زن به مادرت. مرد باشی زنگ زن، شاید چیزی لازم دارد مادرت. من قطع میکنم قصه اما تو زنگ زن.